سلام به آرمیکس‌های خودم. چطورید؟ امروز میخوام یه حقیقت دارک و ترسناک از BTS بهتون بگم. حقیقتی که برگاتون رو میریزونه و شاید حتی اشکتون رو در بیاره. فقط اینم بگم که به هیچ وجه این ویدیو رو نصفه ول نکنید، چون آخر ویدیو همه چی مشخص میشه. سریع قضاوت نکنید و فقط گوش بدید. خب بریم سراغ داستان دارک BTS. تا حالا شده وقتی به عکس‌ها و موزیک ویدیوها و مصاحبه های BTS که نگاه میکنید حس کنید یه چیزی کمه، یه چیزی نیست، یه چیزی مثل نفر هشتم. خب اگه این حسو دارین تنها نیستین. خیلی از آرمی هم همین فکر رو میکنن. اونا همیشه حس میکنن نفر هشتمی هم در کار بوده که حالا نیست، ولی اعضا دارن همه ی تلاششون رو میکنن تا جای خالیشو به ما نشون بدن. نفر هشتم، آره خیلیاتون فکر میکنید BTS دنبال عضو هشتمه و همیشه ازم میپرسید یعنی کی میتونه نفر هشتم BTS باشه. ولی اگه بهتون بگم که BTS همون اول 8 عضو داشته چی؟ آره درست شنیدید، 8 عضو. برگاتون ریخت؟ مدارک زیادی وجود داره که نشون میده یه نفر هشتمی هم بوده که حالا به هر دلیلی نخواسته دبیو کنه و یا شاید هم مرده یا کشته شده. به این عکس‌ها نگاه کنید. انگار که اعضا میخوان با طرز نشستنشون به همون یه پیام بدن، اونم جای خالی نفر هشتم، کسی که به مرموزترین شکل ممکن غیب شده. حتی شاید تو بعضی از این عکس‌ها حضور داشته و با فتوشاپ حذف شده. اینجا به دست شوگا نگاه کنید، به کجا تکیه داده. توی این عکس RM داره با کی حرف میزنه؟ خیلی‌ها میگن آهنگ اسپرینگ دی اصلا در مورد جین و تهیون نیست و در مورد نفر هشتمه. چجوری؟ خب ویدیو رو لایک کن تا بهت بگم. به معنی آهنگ اسپرینگ دی دقت کنید. اولش با جمله دلم برات تنگ شده شروع میشه. میگه دلم برات تنگ شده و گفتن این جمله باعث میشه حتی بیشترم تنگ بشه. توی ورس 5 شوگا و جیمین میگن ازت متنفرم که ترکم کردی و شاید اشاره به اینه که اون نفر هشتم نخواسته تو گروه باشه یا شاید هم خودشو کشته. بعدش میگه دلم برات تنگ شده اما پاکت میکنم. خب اینجا منظورشون از پاک کردن چیه؟ همون عکسایی که فتوشاپ شدن؟ بازم توی آهنگ میگن تو بهترین دوست منی و صبح دوباره فرا میرسه، که بازم انگار منظورشون به نفر هشتمه، چون اعضای BTS بهترین دوستایی هم هستن و مطمئناً با نفر هشتم هم همینقدر صمیمی بودن. حالا یه نکته برگریزونتر اینه که کل موزیک ویدیو در مورد خودکشیه. در واقع جین خودکشی میکنه و باعث افسردگی اعضا میشه، که تو واقعیت هم همیشه اعضا میگن که با افسردگی دست و پنجه نرم میکنن. پس در مورد خودکشی جین نبوده و شاید نفر هشتم بوده که خودشو کشته. توی این قسمت از موزیک ویدیو جیمین به جای خالی کی نگاه میکنه و آخرش این یه جفت کفش که روی درخت مال کیه. کاملا این صحنه وایب رفتن میده، انگار یه نفر این کفشا رو گذاشته و رفته و یا شایدم مرده. یا به موزیک ویدیوی فایر دقت کنید. اولش یه مرد ناشناس که صورتش مشخص نیست میاد پیش اعضا. شوگا میره جلو که باهاش دست بده و بعد آهنگو پلی میکنه و اون آدم آتیش میگیره. معنیش چی میتونه باشه؟ چرا اومده پیش اعضا و چرا با شنیدن موزیک به آتیش کشیده شد؟ به موزیک ویدیوی I Need You دقت کنید که کاملا وایب خودکشی و اینجور چیزا میده. جیمین توی وان میمیره، تهیون پدرشو میکشه، شوگا خودشو میسوزونه و یه سری میگن سوزوندن چیزا توی این موزیک ویدیو یه جوراییه که انگار داره نشون میده که لوازم اون نفر هشتم رو میسوزونن. و این عجیبه که هم توی اسپرینگ دی و هم توی I Need You قطار و ریل قطار هست. به این عکس نگاه کنید که اعضا توی ایستگاه نشستن. سمت راست RM کاملا چسبیده به دیوار ایستگاه، ولی سمت چپ یه جای خالی برای نفر هشتمه. در صورتی که آدم همیشه سعی میکنه توی عکس‌ها قرینه رو حفظ کنه. چرا باید یه جای خالی
اونور باشه. خیلی از آرمیا تا حالا گفتن که وقتی به BTS فکر میکنن و اسم تک تک اعضا رو توی ذهنشون مرور میکنن، همش فکر میکنن اسم یکی رو نگفتن، انگار یکی کمه. یا وقتی به عکسشون نگاه میکنن ناخودآگاه میشمرنشون که ببینن چند تان. چرا همش مغزمون میخواد بهمون بگه که یکی نیست؟ و اما شما سوپریم بوی رو میشناسین؟ اون کسی بود که همراه با اعضای BTS کارآموز بیگ هیت بود و قرار بود با اعضای BTS دبیو کنه و توی گروه باشه، اما به دلایلی باهاشون دبیو نکرد و از گروه حذف شد. برای گروه‌های کی‌پاپ این یه امر طبیعیه که قبل دبیو اعضا رو تغییر بدن و کم و زیاد کنن. چند نفر دیگه هم بودن که قرار بوده توی BTS باشن اما به دلایلی حذف شدن. اسمشون هم چون مطمئن نیستم نمیتونم بگم، اما خودتون اگه سرچ کنید میتونید متوجه بشید. و اما برسیم به فکت ها. این یه فکته که خیلیا کارآموز بودن و قرار بود عضو BTS باشن، اما هر کدوم به دلیلی نشدن. جای خالی که توی عکس‌ها هست هم ممکنه تصادفی باشه و شاید اگه هر بار که به BTS نگاه میکنیم فکر میکنیم که ذهنمون شروع میکنه به شمردن و همش فکر میکنیم یه نفر کمه، به خاطر اینه که مغزمون به اعداد زوج عادت داره و در نهایت این نظریه رد شده و اکثر آرمی ها بهش به چشم یه شوخی نگاه میکنن و میخندن. اما نظر شما چیه؟ با توجه به عکس‌ها، موزیک ویدیوها و چیزی که حستون بهتون میگه، نفر هشتمی بوده یا نه؟ خودم خیلی مطمئن نیستم که نفر هشتمی هم وجود داشته و یهو غیب شده یا حالا فوت کرده یا هر چیزی، اما از یه طرفم یه سری نشونه رو نمیتونم نادیده بگیرم. برای همین خیلی در مورد این موضوع مطمئن نیستم و به شدت منتظرم که نظرات شما رو بشنوم. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. اگه بخواین میتونم در مورد موزیک ویدیوها و این پیامایی که میدن و یه جورایی انگاری دارک هستن بیشتر باهاتون صحبت کنم. حتما بهم بگید که دوست دارید در مورد این موزیک ویدیوها و پیاماشون بدونید یا نه. عاشقتونم تا ابد و تا ویدیوی بعدی. خدافظ.